با برنامه خبری آزادی خوش آمدید. من شاله گلخوجه هستم. در خدمت شما عزیزان نخست مرور میکنیم به سرخط موضوع برنامه امروز 27 ینور. تقدیر میلیون ها سیم کارت در تاجیکستان چی می شود؟ خدمات علاقه گفت مهلت ثبت دوباره سیم کارت ها با شناسنامه نو 15 فوریه به پایان می رسد. نه همه امکانی عوض کردن را دارند. بیچاره کمبغل اگه جمعی بود این باره پاسپورت کنه خیلیش نو کدگی ان با سرکه با پاسپورت با پول از خود. ویروس چینی دامن پهن میکند. دانشجویان توجیک در ووخان بند ماندند. کشورهای جهان برای جلوگیری از بیماری تدبیر میاندیشند. بیکار و زنده جدا مهاجر اخراج شده توجیک میگوید در وطن میانی زمین و هوا مانده است. و کارخانه جریمه رو میسپرد، کارخانه جریمه رو نسپرد. یک روز من کارگرای گشتنیکا قرار دادم. شروع میکنیم از یک خبر فوری. یک هواپیمای مسافربر در ولایت غزنی افغانستان با 83 مسافر و هیئت پرواز سقوط کرده است. عارف نوری سخنگوی رئیس این ولایت در صحبت با بخش افغانستانی رادیو زودین خبر را تایید کرد. حادثه پس از ظهر امروز اتفاق افتاد. در مورد تلفات اطلاع دادن نمی شود. بر طبق گفته برخی خبرگزاری افغانستان هواپیما از هرات به سوی کابل پرواز داشت. مقامات غزنی بر رسانه ها گفتند منطقه‌ای که هواپیما در آنجا سقوط کرد زیر نظارت طالبان می باشد. در نیمه ماه آینده احتمالاً برای صدها هزار دارندگان سیم کارت در تاجیکستان علاقه قطع می‌گردد. در این باره امروز مسئولان خدمات علاقه ضمن نشست مطبوعاتی صحبت کردند. این تصمیم به سیم کارت‌های داخل دارد که با شناسنامه نمونه نو از ثبت دوباره نگذشتند. به باور نمایندگان خدمات تا مهلت تعیین شده همه سیم کارت‌ها از ثبت حتما می‌گذرند. ولی مردم چی می‌گویند؟ مولا رجب یوسفی و امرالدین اولیموف گزارش می‌دهند. از دیگر سبب‌ها قریب زیاده از 1 میلیون سیم کارت خاموش شد. این طلبات تکنیکی سیم کارت هایی که با شناسنامه نو ثبت نشدند ممکن است بعد از 15 فوریه خاموش کرده شوند. در این باره مسئولین خدمات علاقه روز 27 ینور ضمن نشست خبر اطلاع دادند. فعلا 3.8 میلیون سیم کارت با قید شناسنامه های کهنه می باشند و احتمال بعد ماه فوریه خاموش شدنشان زیاد است. که ما اعضای اتحادیه دولت اعضای علاقه برخی هستیم. برخی امید جهانی میجنرال سایز الکتریسیته هستیم. منطقوی هستیم RSS. یعنی که قاعده و قانون ها را باید که اجرا نماییم و پیش از همه برای تامین امنیت شهروند دولت. بر اساس قرار حکومت از ماه فوریه سال گذشته باید همه سیم کارت ها در تاجیکستان با شناسنامه نو ثبت نام شوند. تصمیمی که باعث انبوه زیاد آدمان در نزد اداره های شناسنامه دهی شد. برخی ساکنان میگویند به سبب شناسنامه کهنه محروم کردن آنها از ارتباط تلفنی حقوق آنها را پایمال میکند. حقوق شخص پایمال میشد. مجبور میکنن فرض کنیم که تو وایگیر پاسپورت گیر بعد سیم کارت استفاده برده میتونی نگیری نمیتونی. یعنی بخرم پاسپورت. ضروریت چاپلوسه ندیدم برای چی ایواز کردن اساس همینه. با اون پاسپورت فامیل انام همش همون باشه با برای پلاستیک ایمی نکردن فرقش دنیا همون دنیای کجا استقامت همش فرقیت چما پروسه نفر چی. برای ایواز کردن شناسنامه تقریبا 100 سومانی ضرور است. بعضی ها میگویند این پول زیاد است. خلق بیچاره کمبغل اگه جمعی بود این باره پاسپورت کنه خیلیش نو کدگی ان با سرکه با پاسپورت با پول از خود. تا انجام مهلت مقرر شده 3 هفته مانده است. در این مدت باید حداقل 1.3 میلیون سیم کارت فعال از نو به قید گرفته شوند. مقامات امید دارند که این کار انجام می‌یابد اما کارشناسان این را غیر ممکن می‌خوانند. مولا رجب یوسفی، امرالدین اولیموف، آزادی دوشنبه. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. یک متخصص چینی هشدار داده است ویروس نوی که در ولایت ووخان چین پیدا شد ظاهراً قوی‌تر و خطرناک می‌شود. ویروس نوی راه‌های نفس که بیماری مثل التیاب شوش برمی‌انگیزد تاکنون در چین 80 نفر را هلاک و 3000 کسی دیگر را بیمار کرده است. حکومت‌ها در کشورهای جهان به اندیشیدن تدبیرها برای پیشگیری از بیماری شروع کردند. جامعه چینی ها در پاریژ روز شنبه سال نو ملیشان را تجلیل کردند. تجلیل سال موش بر اساس موجر چینی امسال با نگرانی ها از گسترش ویروس نو آلوده بود، اما با وجود این مردم به تماشا برآمدند.
ویروس مانع بیرون آمدن ما نمی شود. ما باید زندگی را ادامه دهیم. عین زمان رهبران فرانسه راههای پیشگیری از پنج شدن ویروس در کشور و بقیه اروپا را بررسی کردند. گروه ما به فرودگاه چارلز دگول می رود. همان گونه که هنگام ورود آخرین هواپیما از ووهان رفته بود. این فرودگاه اصلی فرانسه است که کشور را با خط‌سیرهای مستقیم به چین می پیوندد. با زیاد شدن گرفتاران بیماری در جهان کشورهای دیگر نیز احتیاط را پیشه کردند. یک متخصص چینی هشدار داد که ویروس نوی ووهان قوی تر شده و از انسان به انسان زود سرایت می کند. از سرایت شدگان ووهان ویروس به دیگر ولایت ها گذشته است. احتمالاً در بعضی از ولایت ها نوع دوم ویروس که بسیار خطرناک است پیدا شده است. مقامات چین میگویند برای گرفتن لجام بیماری همه کار را میکنند. این بیماری نو است. ما معلومات زیاد درباره‌اش نداریم. درباره تغییر ترکیب آن دانشی واضح نداریم. وضع اپیدمیولوژی پورا زیر نظارت نیست. حکومت چین ولایت ووهان با اهالی 50 میلیون نفری را منطقه زیر کرانتین اعلام کرد. همچنین با شتاب شفاخانه مخصوص برای معالجه بیماران می‌سازد. در امریکا گرفتاری 5 نفر به بیماری نو ثابت شده است. 100 نفر دیگر زیر نظارت طبیبان هستند. سرایت بیماری تا 2 هفته را در بر می‌گیرد و برای معلوم کردن آن هم وقت لازم است. موضوع ویروس را ادامه میدیم. در شهر ووهان چین که مرکز اصلی پیدایش ویروس نو گفته می شود از جمله دانشجویان توجیک نیز بند ماندند. مسئولان سفارت توجیکستان در چین در پیام به آنها گفتند که هنوز ضرورت واقعی بیرون آوردنشان نیست و از دانشجویان تقاضا شده است که طلبات مقامات چین را درباره رعایت ترتیبات جاری به چنوچه را اجرا کنند. عبدالله اشورف با چندی از دانشجویان در تماس شد و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام. خب دانشجویان توجیک در این شهر در چه وضعیتی قرار دارند؟ سلام شهلا. دانشجویان توجیک که در شهر ووهان چین تحصیل دارند میگویند این روزها بیشتری وقت خود را در داخل خوابگاه دانشگاه میگذرانند و بدون ضرورت تلاش دارند به بیرون نبرایند. من با 2 نفر از این دانشجویان که در دانشگاه گیولوژی چین در شهر ووهان تحصیل دارند صحبت کردم. یکی از آنها مبارز نعمتیان عنوانجوی توجیک است. او گفت مأموریت دانشگاه از آنها خواست بدون ضرورت بیرون نبرایند و اگر از بینای خوابگاه خارج شدن نقاب طبی به بر کنند و زود دستهایشان را با اسپریت شویند. نعمتیان وضعیت شهر را در صحبت با ما چنین تصویر کرد. از همه جا با تمپراتور سنجاق موندگی مثلا همین دانشگاه خودمون گیم اول دروازه که کلام با درون همین حوله دانشگاه می‌دارد اونجا با تمپراتور میسنجند و میسنجند از ساعت 5 تا 9 کامندانسکی час 5 بگاه تا 9 سحر اون شهر ابیزاره جوین دورو میکنند هر خیل سامالیات و ورتالیات یا ماشینای خیلی شفاکی راه کردی. با گفته همصحبتان ما شماری دانشجویان توجیک در ووهان خیلی زیاد است و تنها در دانشگاه گیولوژی چین در این شهر 17 نفر عین زمان تحصیل میکردند. خب عبدالله از این شهر گزارش‌های هم میرسد که کمبود غذا مشاهده میشود چون درآمد و برآمد به آنجا منع شده است. دانشجویان آیا در این باره چیزی میگویند یا نه؟ بله شهلا، اتفاقا خروج این ویروس به جشن سال نو چینی راست آمده است که از 24 ینور شروع شده تا 2 هفته دیگر ادامه می کند. در این مدت اکثریت مغازه و فروشگاه ها و اداره های چین معمولا تعطیل هستند. دانشجویان توجیک میگویند که آنها که آمدن سال نو را قبلا میدانستند پیشکی خوراک ذخیره کرده بودند، اما با خروج این ویروس معلوم نیست رو آب شهر ووهان کی برقرار می شود و احتمال در آینده نزدیک در این شهر کمبود غذا به میان آید. همصحبتان ما میگویند اهالی ووهان 11 میلیون نفر است، اما تنها 2 میلیون نفری آنها ساکنان بومی این شهرند. فهمو، تشکر زیاد عبدالله برای صحبت. بینندگان عزیز، شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. قهرمان گزارش بعدی ما با مثل هزاران مهاجر توجیک اخراج شده منتظر اعلان عفو است که راهش رو به روسیه هموار میکند. ساکنین نویای جیهون میگوید او رو بیکاری در وطن و دوری از همسر و فرزندان که در غربت ماندند دلگیر نموده است. آرزوی کریم با زندگی حیدرعلی قربانوف آشنا شد. سلامتیت خوبه دیگه؟ حیدرعلی قربانوف 2 سال باز با همسر و فرزندانش همین گونه صحبت میکند. با فرق از هزاران مهاجر،
حیدرعلی در تاجیکستان و همسر و 3 فرزندش در روسیه قرار دارند. در دنیا از همه چیز مشکل‌تر برای انسان زنده جدایی همینه که دور از زن فرزند است. حیدرعلی 55 ساله در دهه در ناحیه جیهون در خانه خواهرش زندگی دارد. صاحب 2 اختصاص ساختمانی است ولی نمیتواند کار پیدا کند. حیدرعلی قربانوف بیش از 10 سال در روسیه با خانواده‌اش زندگی میکرد. از سال 2007 تا اینجا تا 2017 ما در فدراسیون روسیه کار میکردیم، زندگی میکردیم. سرشوار از صاحب معلومات عالی کردیم در فدراسیون روسیه. یک تدبیرش موندگی است، صنف 9 میخواند. امسال هم اگر ختم کند مکتب و صنف 9 یگان کالج اگر داخل شد بسیار خوب میشه. برای ما خیلی مشکل با آسان میشه که فرزندان صاحب علم میشن، صاحب تجربه، صاحب کار بود. حیدرعلی قربانوف را آخر سال 2017 از روسیه اخراج کردند. در آنجا راننده نقلیات جمعیتی بود و میگوید قانون شکنی نکرده است و حجت‌هایش درست بودند. جریمه نسپاریده بود، اینم از طرف کارخانه بود. جریمه نسپردگی از من و کارخانه جریمه رو میسپرد. کارخانه جریمه رو نسپرد. یک روز من همین کارگرای گشتنیکا قرار دادم و حجت‌ها را تفتیش کردن همه ساز و بعد همون تفتیش کردن که یکان جریمه نسپاریده دارن. وقتی جریمه رو دیدن یک 500 روبل نسپاریده دارن. بعد از اخراج قربانوف فرزندانش برای ادامه تحصیل در روسیه ماندند و همسرش با فرزندان است. به شوهر اینجا مکتب اجاره نشستگی اجاره نشینی و کردن در کار و پلی مکتب و پلی کالج همه این مشکلات که دادر ما به خاطر همه فرزندو برای خاطر آینده همیا که و عذاب نکشن همینجا مکتب تمام کردن خیلی داخل شدن گفتم مکتب خیلی و هم کنن خیلی مشکل هم باشد و دیپلم بگیرن که برای هم خاطر فرزندا. حیدرعلی میگوید که اگر در تاجیکستان جای کار میداشت شاید مشکلش کمتر میشد. در 5 سال اخیر مثل حیدرعلی بیش از 200,000 مهاجر تاجیک از روسیه اخراج شدند و برای سالها حق بازگشت ندارند. اکثر خانواده‌های تاجیک از روسیه وابستگی زیاد دارند و مهاجرت زندگی آنها را میچرخاند. بنا به گزارش‌ها در روسیه بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان کار و اقامت میکنند. و در دوشنبه یک نمایشگاه برگزار شد که چهره خشونت دیده زنان تاجیک را نشان می‌دهد. مؤلف این طرح میگوید مشکلات این زنان را خوب احساس میکند زیرا خود نیز چنین مصیبت را از سر گذرانده است. شوهرم همیشه مرا لطوکوب و طعنه میکرد که من نمیتوانم کودکی سالم تولد کنم. ماهیره فرزنددار نمیشد. به این دلیل هم شوهرش او را پیوسته میزد. خانواده خود ماهیره هم او را درک و قبول کردن نمیخواستند. بعد انتظاری های زیاد او بالاخره مادر شد ولی خشونت و آزار و اذیت شوهرش نسبت او کم نگشت. ماهیره تصمیم گرفت که از او فرار کند. با سرنوشت ماهیره و دیگر قربانیان خشونت و زورآوری در عائله تماشابینان در نمایشگاه بریک د سایلنس شناس شدند. در این نمایشگاه که در مهمانخانه سیرنا در دوشنبه برگزار شد عکس این زنها به معرض تماشا گذاشته شده بود. من فکر میکنم این نخستین پیام است. پیام به جامعه تا سر این موضوع فکر و چاره‌اندیشی شود. خشونت در عائله در همه جا است. در عائله من و نسبت نزدیکان من هم چنین عملی صورت گرفته است. این مشکل و این سرنوشت ها برای ما بیگانه نیستند. بنابراین من تصمیم گرفتم چنین لایحه‌ای براه مانم. برای این طرح پیدا کردن قهرمان آسان نبود. اکثریت از گفتن مشکل خود میترسند. تشبسکاران لایحه مجبور شدند حتی یک تصویر را پنهان کنند. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اخبار و گزارش‌های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه‌های آزادی ویدیو در یوتیوب دسترس میباشند. صبح فردا شما را منتظرم. فراموش نکنید تا فردا. خدا نگهدار.